رحیم. محترم جماعت، در دین اسلام اویله و اویله داری جایگاه خاصه داشته بسیار مفهومی کلان دارد. اویله با توی و نکاح برپا می گردد. در قرآن کریم خدا می فرماید که زنها را به نکاح خویش درآورید و با واسطه زنانتان خداوند فرزند نصیبتان می کند و رزق آنها را خدا فراهم می سازد. اما فرزند آدم بعداً ناشکری را به جا آورده نعمتهای خدا را انکار می کند. رسول اکرم در یک حدیث چنین می فرماید: نکاح این سنت من است، خانه‌دار شوید، زیرا که من با زیادی امت خود نسبت دیگر امتها می فخرم. برادران جماعت مسلمین، امروز درباره آیداری و عشق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم الانبیا و حضرت خدیجه مادرمان برای شما کمی معلومات می دهم. باشد که خانه‌داری آن دو انسان مبارک ما و شما نمونه عبرت شود انشاءالله. جناب پیغمبرمان حالا به دنیا نآمده بود که پدرش را در 6 سالگی، مادرش را و در سن 8 سالگی بابایش را از دست داد. وقتی که پیغمبرمان در خردی یتیم شد، او را عمکش ابو طالب و همسر عمکش حضرت فاطمه نگاهبین کردند. هر دویشان به حضرت پیغمبر تا درد یتیمی را احساس نکند پدر و مادری کردند. نسبت پیغمبرمان آنها رحمدلی، مهربانی به اندازه، محبت و فداکاری میکردند، آنگونه که از فرزندان خودشان دیده پیغمبر را بالا دانسته نسبتش مهری به اندازه داشتند. جناب پیغمبرمان از ایام کودکی و جوانیش از کارهای حرام دوری میجست، از بت‌های مکه و کارهای افلاس آن زمان دور ایستاده و حیات تازه را به سر می برد. اخلاق نمونوی داشت، همه بر راستکاری او باور داشت و در مکه به سوی او اشاره کرده امین می گفتند. او را هر کس محمد الامین صدا می زدند. عمک پیغمبرمان ابو طالب تاجر بود. حضرت پیغمبر باشد برای یاری دادن او همراه کاروان تجارتی به شام می آمدند. در آن زمانها از مکه به شام کاروانهای بزرگ تجارتی می برآمدند. حضرت خدیجه مادرمان نفر باورناکی را جستجو داشت که این کاروان را به شام برده آرد. آن زمان عمک پیغمبر ابو طالب مشکلی مادی داشت و خواست که این کار را پیغمبر بر دوش گیرد. شناسایی پیغمبرمان و حضرت خدیجه مادرمان همین خیل آغاز یافت. حضرت خدیجه راهبری کاروانش را با باوری تام به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گذاشت. جناب پیغمبر قافله Осталось 80% батареи. همراه یاردمچی مادرمان حضرت خدیجه با امنیت به شام برده و به مکه برمیگشتند. این حادثه سبب شد که مادرمان خدیجه حضرت پیغمبرمان را از نزدیک شناسد. حضرت خدیجه نقل میکرد. حضرت خدیجه کبرا که به بانوی دو عالم معروف است، 68 سال قبل از هجرت به دنیا آمده است. خانواده حضرت خدیجه از خانواده های بزرگ و با شرافت مردم عرب بودند. پدر او حویلد ابن اسد قریشی و مادرش فاطمه دختر زاید ابن اسم بود. حضرت خدیجه در فضیلت اخلاقی بسیار معروف بود که به این سبب دیگر زنان عرب به او حسد می‌ورزیدند. همین فضیلت های حضرت خدیجه سبب شد که برای همسری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب شود. آن حضرت بانوی بود خیرتمند، اندیش و شرافتمند و از نظر نسب از برترین زنان قریش بود. او در اثر امتیازات اخلاقی و اجتماعی فراوانی که داشت در زمان جاهلیت طاهره و سیدة القریش نامیده میشد. حضرت خدیجه مادر مؤمنان از جمله زنان کامل، عاقل، پایبند به دیانت و با عفت و کریم و از اهل بهشت بود.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام همیشه او را مدح و ثنا میکرد و از دیگر مادران مؤمنین برتر میدانست. حضرت خدیجه درود خدا بر او باد چنان مقام بالایی داشت که حتی خداوند به آن حضرت سلام رسانده است. روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام وقتی که از معراج برمیگشت به حضرت جبرائیل علیه السلام فرمود آیا حاجت داری؟ حضرت جبرائیل علیه السلام عرض کرد خواستم این است که از طرف خدا و من به خدیجه سلام رسانی. بعد از اینکه حضرت خدیجه مادرمان از مقامات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام با خبر شد و کرامات ایشان را دید با آن حضرت ازدواج کرد. از سوی دیگر حضرت خدیجه مادرمان با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام پیوند خویشاوندی داشت و نسب هر دو در پدر بزرگشان قصی به هم می رسید. حضرت خدیجه به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام پیشنهاد ازدواج داد و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام با موافقت عمک‌هایش این پیشنهاد را پذیرفت و در یک جمع خانوادگی این ازدواج صورت گرفت. حضرت خدیجه نه تنها همسر مهربان، فداکار و دلسوز برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام بود، بلکه پشتیبان صدیق و صمیمی برای اسلام و سبب دلگرمی و آرامش خاطر رسول خدا در برابر فشارهای اهل قریش بود. حضرت خدیجه اولین زنی بود که دین اسلام را پذیرفت. او اولین زنی بود که نماز خواند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام می فرماید برترین زنان اهل بهشت خدیجه دختر حویلد و فاطمه دختر محمد و مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون می باشند. پیامبر اسلام تا آخر عمر خاطره خدیجه را گرامی می داشت و پیشگامی او در اسلام و رنجها و زحمتهایش را در این راه فراموش نمی کرد. او روزی به یکی از همسران خود فرمود خداوند همسر بهتر از خدیجه نصیب من نکرده است. وقتی که همه کافر بودند او به من ایمان آورد و وقتی که مردم مرا انکار میکردند او تصدیق میکرد و وقتی که دیگران مرا محروم ساختند او دارایی خود را برای من خرج کرد و خداوند فرزندهایم را تنها از او برایم روزی کرد. حضرت خدیجه مادرمان 3 سال قبل از هجرت و در ماه رمضان سال 10 بعثت اندکی پس از بیرون آمدن از شیب ابو طالب این دنیا را پدرود گفت و او را در کوهی که در بالای مکه قرار داشت به خاک سپاریدند. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام جنازه او را خواند و خود او را در قبر گذاشت. حضرت خدیجه مادر مؤمنین و حضرت ابو طالب عموی پیامبر هر دو در هم سال وفات کردند. آن سال برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام یکی از سالهای سخت‌ترین حیاتشان بود و آن سال را عام الحزن یعنی سال ماتم و اندوه نامید. خداوند زندگی مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام و مادر مؤمنین خدیجه را برای همه ما و شما نصیب گرداند. و هجری بای تو را با خواهش خود زنگوی عیناً مراد.